این روزا آن روزا است که محبوب علیه السلام مبارک می فرمایا الا خبردار کسی که نیتی قربانی دارد، سبحان الله، کسی که نیتی قربانی را دارد میگه فوش کنه که ناخونه خود نگیره، موهای خود نگیره. سبحان الله. حکمتش چی است؟ کسی که قربانی در روز بعد میکنه، دهم روز ذوالحجه در روز عید قربانی میکنه، از اول تاریخ ناخونه خود نگیره، از اول تاریخ موهای خود نگیره. محبوب علیه السلام مبارک این حکمت چرا بیان میکنه؟ میگه بخاطر که ثواب این قربانی کسی که میکند، ثواب آن حاجی که اونجا در بیت الله شریف است ناخون گرفته نمیتانه، موها گرفته نمیتانه، اگر الله رب متعال رحمت خود وارد کند، ثواب اون حاجی هم که در بیت الله است یک حصهش به این قربانی کننده الله تعالی بده. این ثواب ها در دیگر شبها و روزا نیست، این ثواب ها در این روزه است. این ثواب ها در کم از کم سعی کنین. محبوب علیه السلام در دیگر جا امر نکرده که او مسلمان ناخون خود نگیر. یک در احرام امر شده که ناخونه خود نگیر، یک در این زمانه شده در وقت 10 ذوالحجه کسی که قربانی میکنه. مسائل خرد نیست.